خورشید خولماتوف ساکنی ناحیه باباجان غفوروف است. بیش از 5 سال می شود که همچون مهاجر به فدراسیون روسیه رفته می آید تا زندگیش را پیش برد. امروز با مقصد از سنجش گذراندن حجت‌هایش به نقطه قبول و مصلحت‌دهی ریاست خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت مراجعت نمود تا بفهمد که دیپورت یا خود منعی ورود شده است یا نه. پاتنت قلم 100%، رجیستراسیون پاتنت همه 100% با مسئله اشلاپ باید. قویمه اشتراک کوب. با شهادتنامه یعنی پتنت و حجت به قیدگیری فعالیت میکنم. حجت هایم 100% است. در عکس حال کار کردن دشوار است. یعنی به حجت کار کردن در فدراسیون روسیه ناممکن است. این بیز داکمنت یورش قین ده. وشون 100% داکمنت قسم یخش شلیدم. بعدی از سنجش گذراندن حجت‌های قهرمانی گزارش ما خورشید خولماتوف معلوم گردید که او دیپورت نشده است. اکنون وی نیت دارد که آخرهای ماه سپتامبر به روسیه سفر کند. برابر خورشید به نقطه قبول و مصلحت‌دهی خدمات مهاجرت در ولایت سوخت همه روزه ساکنان زیاد جمع می‌شوند. مقصد آگاه شدن است که آنها آیا حقوقی به روسیه رفتن دارند یا نه. عرصه نوامدم میخوام که فهمم که من دیپورت یا نه. برای همین من 11 سال باز رفتم میبینم پاورشت کار میکنم. Ну, документи که کار میکنم все равно برای وی خودمو فهمیدن خودمو فهمیم که میخواد دیپورت یا نه برای هم. از ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سوخت اطلاع دادند که سنه 7 سپتامبر ساعت 13 بار نخست بعدی بیش از 2 سال توقف قطار خوجند ولگاگراد به راه میبراید. این یک خوش خبر برای مهاجران است زیرا سفر به فدراسیون روسیه طریق قطار نسبتا ارزان تر است. افضلیت دیگر قطار در آن است که مهاجران بعدی به شهر ولگاگراد رسیدن میتوانند به منطقه مرکزی یا خود دلخواه شهر فدراسیون روسیه رفته رسند. از شهر ولگاگراد تمامی خط‌سر به طرف شمال جنوب به طرف سیبیر یا که ناحیه‌های مرکزی ناحیه‌های اورال خط‌سرها هست و برتریت هم افضلیت این هم تا ولگاگراد و از ولگاگراد به طریق باز هم قطار یا که قطارهای الکتریکی یا که خط‌سرهای یا که راه اتومبیلی میتوانند شهروندان و مهاجران مهنتی ما به دلخواه شهر سفر بکنند. افضلیت این بهتر البته ارزان‌تر بودن چیپتا و منطقه مرکزی که میتوانند شهروندان جمهوری تاجیکستان یا که دیگر شهروندان به تمام منطقه قلمرو فدراسیون روسیه دلخواه جایی که آنها میخواهند رفته توانند. اطلاع داده شد که قطار خط‌سیر خوجند ولگاگراد هفته یک مرتبه روز چهارشنبه ساعت 13 از ایستگاه خوجند به راه میبراید. با قیدگیری ساکنان باشد ساعت 11 آغاز می‌یابد. قطار در عموم از 12 واگن عبارت است که حالا مسئولین جهتی تکنیکی آنها را پورا از سنجش گذرانده ایستادند. ارزش چیپته قطار برای ساکنان مهاجران همگی 1200-1300 سومانی مقرر کرده شده است. کنون تعداد مهاجرانی که از طریق قطار یا که شهروندانی که طریق قطار به شهر ولگاگراد فدراسیون روسیه سفربر می‌گردند البته از جانب بخش خدمات مهاجرت در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند و ایستگاه راه آهن یعنی با قید گرفته می شود. طریق تقسیمات کارت مهاجرت و در کارت مهاجرت آنهایی که شهروندانی که به مهاجرت مهنتی میروند و در آنجا قید میکنند که مهاجر مهنتی در آنجا قید میگیره و راستیگه والا قدر هم نمیدونیم که چقدر چیپتا یعنی فروخته شده است و در مرحله اول البته پس از به حساب به قید گرفتن شهروندان در قطاری مذکور در این خط سر ممکن با معلومات علاوه‌ای به پیشنهاد میگردند. دوامی 8 ماه سال جاری از حساب ساکنان ولایت 139,188 نفر به مهاجرت مهنتی رفتند. از این شماره 100,077 نفر مرد بوده، 38,721 نفر زنان می باشند. سن سال مهاجران تاجیک اساساً از 18 تا 45 سال را تشکیل می دهد. گفته می شود که امروز مهاجران مهنتی ولایت سوخت در فدراسیون روسیه بجز از ساحه ساختمان اینچنین در دیگر ساحه‌های خواجگی خلق از جمله کشاورزی و نقلیات نیز کار می کنند. گزارشی فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه لاتی خبر.